من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در آیات گذشته هم بحث انفاق را داشتیم و هم بحث جهاد را. بحث جریان احد و غزوه احد آغاز شده بود و هنوز ادامه دارد. در آیات آینده ادامه بحث احد هست، اما در کنار جهاد انفاق همیشه شیوه قرآنی هست که برای انفاق تشویق می فرماید. خب شما اکنون میتونید که این اعتراض بکنید که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، بحث انفاق نیست، بحث ربا هست. ربا چه مناسبتی با انفاق دارد یا چه مناسبتی با جهاد دارد؟ چون که جهاد و انفاق که لازم و ملزوم هستند. خدمتتون عرض می کنم که اساتید و مفسران بزرگوار می فرمایند که مناسبت زیادی دارد. در واقع ممانعت از ربا باعث تقویت روح جهاد است. ممانعت از ربا، جلوگیری از سودخواری، این چی باعث تقویت جهاد میشه و روح جهاد میشه. به دلیل اینکه انسانی که اونقدر بخیل است،
انسانی که اونقدر بخیل است و نتواند که برادرش را بلا عوض قرض الحسنه بده، یه برادری مشکلی دارد، نیازی دارد، این میگه که من بهت قرض الحسنه میدم اما اینقدر سود باید بدی، اینقدر ربا بدی. واقعا این انسان بخیلیه، انسان پستیه. چقدر برای این پول مهم است. مشکل انسان، مشکل برادر مهم نیست، حل من مزید بودن خودش مهم است که پول من، سرمایه من اضافه بشه. پس اون انسانی که اینقدر بخیل است که نتواند کسی را پول وام بلا عوض بدهد، بدون سود بدهد، اون انسان جرأت قربانی مالی هم نداره. اون کجا میاد در راه خدا پول میده؟ اون که به کسی که قرض الحسنه چقدر اجر دارد. انسان قرض بده و بعدا هر وقتی که نادار داشت ازش بگیرد خیلی اجر دارد، تا وقتی که وام انسان برگردنش هست صدقه برای انسان حساب میشه. خب این انسان اونقدر توان نیکی ندارد، توان بر ندارد، توان احسان ندارد، پس این میاد مفت بلا عوض پول در راه خدا میده؟ قطعا نمیده. رباخوار هیچ وقت توفیق ندارد. پس الله عزوجل از ربا، از سود منع فرمود در این آیات. منع سود نوعی ترغیب و همدردی با هم نوعان است. هست یا نیست؟ سود نگیر، یعنی کسی که مشکل دارد بدون سود، بدون ربا بهش وام بده. همدردی شد یا نه؟ انسان به فکر خودش نباید باشه، به فکر دردمند باشه، به فکر حاجتمند باشد. و بعد از ممانعت از سود هم دستور تقوا صادر شد و تقوا هم سد باب می کند از اعمالی که الله عزوجل نمی پسندد. به هر حال این مناسبت ربا هست با انفاق، با جهاد، که کسی که بتواند این بذل را بکند، این قربانی را بده که بلا سود وام بده، بلا ربا قرض بده، خب این انسان در وجودش حس همدردی، حس غمخواری پیدا میشه و این انسان میتواند در راه خدا هر نوع بذلی بکند، هم بذل مالی داشته باشد، هم بذل جانی داشته باشد. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نخورید ربا را اضعافا مضاعفا، چند برابر. چند برابر انسان، یکی هست که 2 برابر، یکی هست که بیشتر از 2 برابر. همه صورتهای مازاد ممنوع قرار گرفته. واتقوا الله، نسخه عمل، واتقوا الله، از الله بترسید، لعلكم تفلحون، نتیجه ثمره، یقینا شما رستگار می شوید. یقینا شما رستگار میشید اگر از خدا بترسید. خب از خدا که بترسید، ترس خدا، تقوا، سد باب چی هست؟ ربا هست. الله می فرماید واتقوا النار، تخویف اخروی هست. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، ای مسلمان بترس از آتشی که اون آتش برای تو آماده نشده، فلسفه وجودیش تو نیستی. اعدت للکافرین، آماده شده برای کافرین. تو خودت را در اون نار، در اون آتش نینداز، با اون آتش خودت را گرفتار نکن. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، بترس از ناری که برای تو نیست،
برای کافرین است. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله اینجا مقوله دارد، امام نصفی رحمه الله در تفسیر مدارک نقل کرده، میگوید که این آیه مخوفترین آیه هست از همه آیات که انسان باید بترسد، بیشتر احساس وحشت بکند این آیه هست. چرا؟ چون که خداوند انسان را میترساند از آتش مؤمنین را میترساند، مؤمنین را میترساند از آتشی که مال کافرین هست. و اگر مؤمنین از محرمات خدایی، از محارم، از حرام پرهیز نکنند، پس طعمه این آتش میشوند. یعنی ای مومن بترس از اون آتشی که اگر پرهیز نکردی با کافر یکسان میشی، جایت با کافر میشه. کان ابو حنیفه رحمه الله یقول، امام ابو حنیفه میگفت هی اخوف آیه فی القرآن، این مخوفترین آیه هست در قرآن که انسان را میترساند. حيث اوعد الله المؤمنین بالنار، که در این آیه خداوند ترسانده وعید بیان کرده برای مؤمنین آتش را، آتشی که المعده للکافرین، آتشی که آماده شده برای کافرین. ان لم یتقوه فی اجتناب محارمه، اگر مؤمنین نترسند از خدا در اجتناب محرمات، اگر نترسند، خدا فرموده در همون آتشی که مال کافرین است، در همون آتش شما را می سوزانم. واتقوا النار التي اعدت للكافرین. بله، و اطیعوا الله والرسول. اکنون تشریح اتقا فرمود بترسید، تقوا داشته باشید. تقوا چیه؟ در این آیه تقوا را تشریح فرموده. الله می فرماید و اطیعوا الله والرسول، الله را اطاعت کن، رسول را اطاعت کن، تمام دستورات الله را، دستورات قرآن را بجا بیاور، در زندگیت پیاده بکن و تمام سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم را احیا بکن. این ثمره، این اصول فوز اول و دوم است، اطاعت الله، اطاعت رسول الله. لعلکم ترحمون، ثمره اطاعت، نتیجه اطاعت، شاید شما مورد رحم الله قرار بگیرید، شما مرحمت بشید، خداوند بر شما رحم بکند فی الاخره. لعلکم ترحمون. اصل پاداش ها در دنیا نیست، هم برای مؤمنین هم برای کافرین. در کجاست؟ در آخرت است. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. الله می فرماید این بشارت اخروی هست، مجده آخرت، و همچنین ترغیب است به سوی جهاد و توبه. وسارعوا الى مغفرة من ربكم، بشتابید به سوی مغفرتی که اون مغفرت از جانب رب شماست. و جنت عرضها السماوات والارض، و همچنین جنتی که عرض آن جنت آسمان ها و زمین هست. اولا بشتابید به سوی مغفرت. منظور از مغفرت چیه؟ موجب مغفرت. خود مغفرت از طرف الله هست. شما بشتابید به سوی عملی که موجب مغفرت میشه. باعث چی میشه؟ مغفرت میشه. چه عملی باعث مغفرت میشود؟ بله، اخلاص هست و توحید هست.
باعث مغفرت اینه که انسان هر کاری را برای خدا انجام بده. توحید هم همینه، اخلاص و توحید. این تفسیر از سیدنا عثمان ذی-النورین منقول است. چنانچه علامه ابن کثیر میگه والثالث، چند تا قول دارد، قول سوم میگه والثالث انه الاخلاص، مراد از مغفرت چیه؟ اخلاص است. واقعا اخلاص کار اگر فقط برای خدا باشد این نعمت بزرگی هست. خدا به همه ما این صفت را عنایت بفرماید، کارهایمون برای خدا باشد. والثالث انه الاخلاص وهو قول عثمان رضی الله تعالی عنه ووجهه، دلیلش چیه؟ ان المقصود من جميع العبادات الاخلاص، مقصود همه عبادت ها چیه؟ اخلاص است. کما قال تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. در عبادات چی داشته باشند؟ اخلاص داشته باشند. عبادت برای غیر خدا نباشد، فقط برای الله باشد. تفسیر ابن کثیر. پس مغفرت بشتابی به مغفرت یعنی موجب مغفرت، اون چیزی که باعث مغفرت میشه. در تمام عباداتتون اخلاص داشته باشید، عبادت ها برای رب باشد، برای مولا باشد. و همچنین و جنت، بشتابید بسوی جنت. خب ما اگر راه جنت را بلد بودیم میرفتیم به طرفش. اسباب جنت، موجب مغفرت و اسباب جنت. جنتی که عرضها السماوات والارض، عرض آن جنت، عرض آن بهشت به اندازه آسمان ها و زمین هست. قبلا خدمت شما هم آیه شبیه این خواندیم، اونجا هم گفتم که اینجا دو قول هست، دو سخن هست. عرضش به اندازه آسمان ها و زمین، پس خدا میدونه طولش چقدر هست. خیلی وسیع هست، چون که معمولا عرض از طول کمتر است، نه؟ عرض گاهی نصف طول هم نمیشه. پس عرضش وقتی که به اندازه آسمان ها و زمین هست، طولش چقدر هست؟ و بعضی دیگه میگویند که مراد از عرض وسعت است. عرضها ای سعتها، وسعتها، وسعتش به اندازه آسمان و زمین است. خب اگر خداوند بیشتر میگفت، بزرگتر میگفت، یه مثالی که ما ندیدیم میداد، مثلا میگفت عرضش اندازه عرش است، ما هیچ نمیدونستیم، ما ندیدیم. بزرگترین چیز، وسیعترین چیز که ما دیدیم و ما میشناسیم و عقل ما آشنا هست آسمان و زمین است. همین را هم ما نمیتونیم احاطه بکنیم. چشم ما اینقدر محدود است که تو بیابان نگاه میکنیم، آخرش فکر میکنیم که زمین و آسمان به هم چسبیده بنبسته. اینطور ما به هر حال اینجا هم دید ما محدود است، ولی خب بزرگترین چیزی که ما دیدیم آسمان و زمین را گفته. وقتی که اگر چیز بالاتری در ذهن ما می آمد به اون مثال می دادن، ولی حقیقتش را الله می داند. این آسمان و زمین در بعضی روایت ها داریم الان قوی و ضعیف بماند، فقط به یک انسان به اندازه تمام دنیا در بهشت می دهند، به یک انسان. و در روایت دیگه هست که و عشرة امثالها، 10 برابر این دنیا. پس اون چقدر هست که به اندازه آسمان و زمین ارزش. پس الله تعالی این تمثیل را بیان فرمود، یعنی خیلی بزرگ، ولی ما درک نمی کنیم. اما ابن عباس برای اینکه بیشتر بفهماند که خیلی بهشت از آسمان ها و زمین بیشتر هست، به این صورت گفته. قال ابن عباس تقرن السماوات والارض بعضها الى بعض، آسمان ها و زمین چند تا هستند؟ هر یکی 7 هستند. بعد از ظهر انشاءالله درسی داریم در رابطه با
هفت بودن آسمان و هفت بودن زمین اونجا میخوانید. میفرماید اینها هر هفته کنار هم بچین، کنار هم قرار بده، قرین هم، نه ته به ته، نه سر به سر، نه روی هم. فعلا که روی هم هستند. تقرن السماوات والارض بعضها الى بعض کما تبسط الثياب، چنانچه شما چند تکه پارچه هستند اینا رو سر هم میکنید، سر به سر نمیکنید، کنار به کنار نه. این 2 متر با این 2 متر کنار به کنار دوخت میدی میشه 4 متر، 4 متر دیگر را در کنارش میشه 8 متر. لذا کما تبسط الثياب، همانگونه که لباس ها پهن میشن، زمین و آسمان ها همینطور کنار هم. و یوصل بعضها به بعض، بعضی را با بعضی وصل بده. فذلك عرض الجنه، این شد عرض جنت. ولا يعلم طولها الا الله، طولش را بغیر از الله نمیداند، چون عرضش به اندازه آسمان نیست. سماوات والارض فرموده، همه آسمان ها و زمین را کنار هم قرار بده و طولش را الله میداند. و هذا قول الجمهور قرطبی. و بعد میفرماید ابن جریر میگه بل الكلام عن غایت السعه، اینجا کلام الله این است، منظور کلام الله این است که خیلی وسیع است. عن غایت السعه، خیلی وسیع است. بما هو فی تصور السامعین، کنایت عن غایت السعه بما هو فی تصور السامعین، چیزی گفته که در تصور سامعین بیاید. همین در تصور سامعین و مخاطبین قرآن میاد، همین که دیدن زمین و آسمان، لذا از تصورشون بالاتر است. الله می فرماید وسارعوا الى مغفرة من ربكم، بشتابید بسوی مغفرتی که از جانب ربتان هست. عرض کردم این هم ترغیب به قتال است، هم ترغیب به توبه است. و جنت عرضها السماوات والارض، الله می فرماید به اون بهشتی یا اسباب جنتی که عرض آن به اندازه آسمان ها و زمین هست. اعدت للمتقین، مستحقین جنت. این جنت آماده شده برای متقیان، برای متقیان آماده شده، برای پرهیزگاران. متقیان کی هستند؟ الله تعالی 2 گروه را بیان می فرماید. الذين ينفقون في السراء والضراء، در رأس انفاق. واقعا انفاق در دنیا یک عمل بسیار بزرگی است. هر کسی که این سعادت را داشته باشه، بتونه بر انسانها خرج بکنه، این سعادتمند است. کسانی که خرج میکنند فی السراء والضراء، شما قبلا سراء را خواندید که ورشکستگی مالی و ضراء جانی، کسی که مشکل مالی داشته باشد اون را میگه سراء، و ضراء کسی که مشکل چی داشته باشد؟ جانی، یعنی مریضی داشته باشد. ولی اینجا ابن عباس از ایشون تفسیر ابن جریر نقل کرده عن ابن عباس فی السراء والضراء ای فی العسر والیسر، ای فی العسر والیسر، هم در حالت عسر خرج میکنه هم در حالت یسر. وقتی که خیلی سود میبره خرج میکنه، تنها نیست، اگر سود نمیبره وضعش خوب نیست هم خرج میکنه. دیروز عرض کردم که لازم نیست انسان خیلی خوب وضعش توپ باشه، سرمایدار باشه خرج بکنه. هر کس، طالب العلم فقیر هم باید خرج بکنه، عالم و ملا هم باید خرج بکنه، هر کس به حد توان خودش. هر انسانی منفق باشه. انفاق را الله تعالی در قرآن فرموده فقط مال سرمایداران نیست، بیوزنان هم انفاق میکنند. لذا الله می فرماید ينفقون في السراء والضراء، خرج میکنند در عسر و یسر خرج میکنند. والکاظمین الغیظ، و فرو برنده غیظ هستند، غیظ را فرو میبرند. یعنی اون چیزی که موجبات غیظ باشد، موجبات خشم باشد،
اون را فراموش میکنند. والعافین عن الناس، وصف سوم، درگذر میشوند از مردم، از تقصیرات مردم، از کوتاهی مردم. خب این انسان واقعا انسان نیکوکار است، هم بذل مالی دارد، هم بذل اخلاقی. کسی که نسبت به او کوتاهی میکند در صدد انتقام نیست، حس انتقامش ضعیفه، حس گذشتش و عفوش چی هست؟ قوی هست. این محسن است. والله یحب المحسنین، خداوند دوست دارد چنین نیکوکاران را، انسانهایی که چنین نیکوکاری دارند و احسان دارند. خب شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله می فرماید که اینجا دو گروه بیان شدند. بقیه مفسران همه صفات متقین قرار میدن، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، و بعد والذين اذا فعلوا فاحشة، میگه همه اینها صفات متقین هستند. اما شیخ رحمه الله می فرماید دو گروه متقین بیان شده. یک گروه متقین همونی که همیشه کارهای خوب انجام میده. یک گروه دیگر متقین هم اونا هستند که اشتباهاتی هم از دستشون میشه اما فوراً الله را یاد میکنند. وقتی که اشتباه یاد بشه از اونها چی بشه؟ سر بزند، فوراً الله را یاد میکنند. خب بسیاری از مفسرین هم همین نظر را دارند که این گروه دوم غیر از گروه اول است. والذین اذا فعلوا فاحشة، کسانی که هرگاه مرتکب فاحشه می شوند، او ظلموا انفسهم، یا بر خود ظلم می کنند. اذا فعلوا فاحشة، عنایت داشته باشید فاحشه اینجا به معنی گناه کبیره است. او ظلموا انفسهم گناه صغیره است. الفاحشه هي الكبيرة و ظلم النفس هي الصغيرة. تفسیر کبیر. امام رازی میگه پس مراد از فاحشه اینجا بیعفتی نیست، یک گناهی که فحش باشد یعنی بزرگ باشد، یا ظلموا انفسهم گناهی که به خود انسان برمیگرده، به خود ظلم کرده، گناهی که چی باشد؟ صغیره باشد. بله. علامه قرطبی میگه ذکر الله تعالی فی هذه الآیه صنفا هم دون الصنف الاول. اینجا والذین اذا فعلوا فاحشة گروهی هست که از گروه اول پایین تر است، از نظر درجه، از نظر سطح. صنفا هم دون الصنف الاول فالحقهم به برحمته و منه. این گروه را هم با اون متقیان خدا حساب کرد با لطف و منتش. فهؤلاء هم التائبون، اینها کی هستند؟ تائبون هستند. بله، پس اینها تائبون هستند. اون گروه اول اونایی هستند که فقط کار نیک انجام میدهند. و او ظلموا انفسهم، بازم بحر المحیط میگه و ظلم النفس ما بین العبد و بین ربه. ظلم نفس اینه که بر انسان دیگه ظلم انجام نگیرد، اون چی که بین تو و بین ربت انجام گرفته، یعنی در حقوق العباد کوتاهی کردی. یک وقتی کسی از ظلم فکر نکنه بر کسی ظلم کرده، نه، بلکه این آنچه که به حقوق العباد انسان چه حقوق الله کوتاهی داشته، اون را میگم بین انسان و بین عبد. الله میفرمه اینها هم. خب الان ببینید بحث احد هست و در رابطه با جنگ احد جلوتر میخوانیم. اما در احد یک سری کوتاهی های شد. اون رماتی یعنی تیراندازانی که بر جبل الرمات بودند و اطاعت امیر نکردند، عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه امیرشون بود، اونها را گفت که نروید
برای جمع‌آوری غنایم اونها رفتند، لذا بعداً پشیمان شدند، از الله مغفرت خواستند. خب بزرگان ما مفسران ما میگویند که اونها هم در این آیه داخلند، جز محسنین، جز متقین. والذین اذا فعلوا فاحشه یعنی گناه کبیره مرتکب شده، او ظلموا انفسهم ذکروا الله، بعدا خدا را یاد میکنن. ببین فباطلاق لفظ ينتظم ما فعله الرماة انتظاما اولیا، روح المانی. این کلمه فاحشه با توجه به اطلاقش گفتی مراد از فاحشه بی عفتی نیست، مطلقاً گناه شامل آنچه که رمات انجام دادن بر جبل الرمات احد، شامل اونها هم میشه انتظاما اولیاً، در همون انتظام اولش شامل، در همون شامل شدن اول اونها را هم شامل میشه، اونها را هم متقین میگوین، چون ذکر الله را یاد کردند. ببینید اینجا یک چیز دیگه هم توجه بکنید، ذکر الله را، عظمت الله را یاد میکنن. کی یاد میکنن؟ اذا فعلوا فاحشة، نه بعد از 30 سال، نه بعد از 50 سال، نه بعد از 20 سال. متقی اونه که اولا گناه نمی کند، همیشه معروفات، اون گروه اول معروفات قبلا خواندیم، اگر گناهی از او سرزد فوراً نمی گذارد شب صبح بشه. متوجه شدید؟ این صفت متقی هست که بر گناه اصرار نکند، مداومت نکند، کشش ندهد، طولش ندهد. ذکر الله اذا فعل، هرگاه که انجام داد گناه کبیره را یا صغیره را، ذکر الله، عظمت الله را یاد می کند، از الله می ترسد، موی بدنش بلند میشه. فاستغفروا لذنوبهم، الله می فرماید فاستغفروا لذنوبهم، برای گناهانشان مغفرت می طلبند. از کی؟ الله اینجا جمله معترضه بیان می فرماید که بغیر از الله کیه؟ و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی است که گناهان را معاف می کند بغیر از الله؟ بجز از رب العالمین کسی وجود ندارد. ولم یصروا علی ما فعلوا، صفت دیگر این متقیان، اصرار ندارند بر آنچه که انجام میدهند، اصرار ندارند. همین که عرض کردم ذکر الله، فوراً دست میکشد، خدا را یاد میکند، دیگه کش نمیده، طول نمیده. اصرار را بعضی ها خوب تفسیر کردن، توجیه کردن، علامه قرطبی، والاصرار هو التسویف بالسین. اصرار چی را میگن؟ تسویف را میگن. تسویف اصطلاح عربی شما میدانید. والتسویف ان یقول اتوب غدا، سوف نه، سوف اتوب، ان قریب من توبه میکنم، اتوب غدا، اتوب بعد غد، اینه که امروز و فردا میکند، توبه میکنم. اونی که این کار را میکنه متقی نیست. ولم یصروا، اصرار نکند بر آنچه که انجام داد. و هم یعلمون، انها هم میدانند اصلاح عقاید را، که عقاید خودشون را اصلاح بکنند. خب عقاید خودشون را اصلاح میکنند، اعمال خودشون را اصلاح میکنند. اینها جزایشون چی هست؟ الله میفرماید اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم. ثمره اول دفع مضرت، بخشوده که بشن، دیگه عذابی برایشان نیست. این انسان ها جزایشان مغفرتی است از جانب ربشان، و جنات، جلب منفعت، ثمره دوم، و جنات تجری،
و باغاتی هست که جاری است از زیر درختان اون باغات نهرها جاری است، خالدین فیها، همیشه در آن باغات خواندگار میشوند. و نعم اجر العاملین، بهترین هست اجر و پاداش عاملین، کسانی که عمل میکنن بهترین پاداش را دارند، بهترین اجر را دارند. لذا الله عزوجل میگه متقیان اینگونه هستند، یا صفات خوب دارند یا اگر گناهی از اونها سر میزند فوراً خدا را یاد میکنند و معذرت خواهی میکنند. اکنون خداوند تخویف دنیوی بیان میفرماید و تسلی هم میدهد رسول الله را، هم مؤمنین را هم رسول الله را. اما تخویف دنیوی کسانی که قبول نکنن، تکذیب بکنن، انجام و عاقبتشون را ببینید. خب تسلی ضمنی هست برای رسول الله، یعنی انجام مکذبین شما و دشمنان شما هم همینه. الله می فرماید قد خلت من قبلكم سنن، بدرستی که گذشته قبل از شما سنن را آلوسی میگه وقائع الامم المکذبه. سنن یعنی چه؟ وقائع الامم المکذبه، یعنی واقعات امتهای تکذیب کننده، جریانهای اون امتهایی که تکذیب کردند، جریانهای اونها، واقعات اونها و داستانهای اونها قبلا گذشته. فسیروا فی الارض، پس سیر بکنید در زمین، فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، غرض سیر نگاه کنید چگونه شد عاقبت مکذبین، عاقبت تکذیب کنندگان، اونهایی که تکذیب کردن پیامبران الهی را به چه حالت زاری گرفتار شدند. هذا بیان للناس، هذا این اشاره هست به قرآن مجید. قال الحسن وقتادة وابن جريج والربيع الاشاره الى القرآن. هذا بیان للناس، این قرآن بیان، التنوین للتعظیم، بیانی بسیار بزرگ هست برای مردم. باید از این بیان عظیم مردم درس بگیرند، عبرت بگیرند. و هدى و موعظة للمتقین، هدایت است علما و موعظة عملا. قبلا خواندیم هدایت است علما یعنی چی؟ یعنی کسی بخواهد راه هدایت را فرا بگیرد، علمش را داشته باشد، دانشش را داشته باشد، هم قرآن را به قرآن مراجعه کند. و موعظه، کسی عملا بخواهد در زندگی خودش احیا و اجرا بکند، هم در قرآن هست. برای متقین، خاص برای متقیان هست، غیر متقیان از این قرآن پند نمیگیرند. کسی که از الله بترسد، مستفیدین من القرآن، کسی که از الله بترسد اونها میتوانند پند بگیرند. خب ولا تهنوا ولا تحزنوا، این بحث انفاق بود، ربا بود، و بعد از ربا خداوند از گناهان برحذر داشت و فرمود سارعوا الی مغفرة و جنة. هم تشویق به توبه بود و هم تشویق به چی بود؟ به جهاد بود. اما ادامه بحث احد که مسلمانان به ظاهر شکستی خوردند، نگران بودند، جوش می زدند. الله تعالی اینجا تسلیشون میده، میگه سست نباشید، غم هم نخورید. قرطبی میگه عزاهم و سلاهم، خداوند اینجا هم تعزیه میگوید برای اونها، هم تسلیتشون یعنی تسلیشون میده. عزاهم و سلاهم بما نالهم یوم احد، به اونچه که روز احد به اونها رسید، من القتل والجراح، که کشته شدن، بعضی زخمی شدن. و حثهم علی قتال عدوهم، خداوند اینجا تحریک میکند، برانگیخته میکند بر جنگ دشمن. و نهاهم عن العجز والفشل، و من میکند صحابه را از عجز و از فشل و ترسیدن و سست شدن. قرطبی. لذا الله میفرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا، شما سست نباشید
ولا تحزنوا جوش هم نزنید، غمگین نباشید. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما برتر هستید، شما پیروز هستید. ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن باشید، اگر مؤمن باشید، مؤمن واقعی باشید، بر مسیر ایمان و اهل ایمان باشید، شما پیروزید. خب این که امروز این ضرب بزرگ، این شکست بزرگ متوجه شد. الله می فرماید این یمسسکم قرح، اگر به شما قرح رسیده یعنی مصیبت رسیده، ضرب رسیده، قرح اصل زخم را میگن، فقد مس القوم قرح مثله، به درستی که به اون قوم دیگر یعنی که مشرکین قرحی رسیده، زخمی رسیده مثل این، اونها هم به هر حال دیروز ضربه خوردن، دو برابر شما 70 تا فقط شهید دادید، اونها 70 تا کشته دادن و 70 تا اسیر دادن. و تلک الایام نداولها بین الناس، الله می فرماید این ایام را، ایام غالبیت و مغلوبیت بنویسید، ایام غالبیت و مغلوبیت را نداولها بین الناس، دست به دست می دهیم ما بین مردم، این طرف اون طرف می گردانیم. تداول چی را میگن؟ دست به دست. یک روزی در دست شماست غالبیت، یک روزی در دست دشمنان شماست. الله تعالی این فلسفه موفقیت و شکست است، هر جا موفقیت نیست. این نکته‌ای که از قرآن به ذهن میرسد، گرچه خداوند حکمتهای این شکست را واضح‌تر بیان می‌فرماید، ولی یک نکته‌ای که به ذهن میرسه اینه که اگر هر جا اهل ایمان پیروز بشند، در هر معرکه‌ای هر چقدر کم باشند، هر چقدر قلیل باشند، اسلحه داشته نباشند، پیروز بشند، این در واقع یک آیه‌ای هست و یک نشانی هست. خدا داره نشان میده که اسلام بر حق است. وقت ایمان بالغیب معنایی نخواهد داشت. خب پس همه مردم مجبور میشند ایمان بیاورند. میگه اینها چه داشته باشند چه نباشند، چه 10 نفر باشند چه 100 نفر باشند، اینا بر حق هستند. و الله عزوجل میخواهد دنیا دارالامتحان بماند. شما چندین جا خواندید که اگر خدا بخواهد که همه مردم مسلمان بشوند، خب همه را مجبور میکند. اون وقت معنای امتحان بودن دنیا و دارالامتحان بودن برای چی هست؟ لذا خداوند عزوجل مبنای هر چیز را بر قدرت غیبی نگذاشته، بر اسباب گذاشته. مؤمنین را، دوستان خودش را یاری میکند، کمک میکند، ولی هر جا اسباب چی هست؟ اسباب را خداوند مؤثر گذاشته. شاید یکی از حکمت‌ها این است که هم در جنگ بدر با وجود هیچ امکانات پیروز بش، هم احد پیروز باش، هم خندق پیروز باش، اون وقت میگن که اینها یک چیزی دارن پس مجبورن بریم ایمان بیاوریم، در حالی که اون امتحان بودن و دارالامتحان بودن فلسفهش میمار. و دیگه این که الله میفرماید وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، خداوند معلوم کند. قبلا خواندیم علم به معنی چی هست؟ ظهور است. خدا ظاهر کند کسانی را که ایمانش از شما آوردند، یعنی مخلصین را. و یتخذ منکم شهدا، و از شما شهید هم بگیرد. تنها درجه با غازیگری نیست، گاهی درجه شما با شهادت بالا می رود. و بعدا در آیات بعدی می آید که منافقین را هم خدا می خواهد که مشخص بکند، ظاهر بکند. پس مفسرین نوشتن هرگاه که در جنگ غلبه مال مسلمانان باشد، اونجا منظور خدای عزوجل این هست که کفار را به سزای دنیوی برساند، به عذاب دنیوی برساند. و هرگاه که شکست مال مسلمانان باشد،
اونجا هدف خدا این است که مخلص و منافق را چیکار بکند؟ جدا بکند. اونجا در واقع یک محکی هست بین خود مسلمانان. لذا الله می فرماید وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکه ظاهر کند خداوند، آشکار بکند کسانی را که آمنو، ایمان آوردن با اخلاص، و یتخذ منکم شهداء، و بگیرد خداوند از شما شهیدانی، شهدایی در راه الله داشته باشید. والله لا يحب الظالمین، خداوند ظالمین را دوست ندارد. یعنی کسانی که به هر حال ظلم میکنند، مشرک هستند. این در واقع دفع جواب یک شبهه‌ای هست. جمله معترضه است، جواب یک شبهه‌ای هست. آیا خداوند مگر اونها را دوست دارد که به مرادشون رسیدند، بهترین انسانهای روی زمین شهید شدند؟ الله میگه نه، والله لا يحب الظالمین. اون مشرکان را خدا دوست ندارد، ظالمین را خدا دوست ندارد. شکست شما، شهید شدن شما به معنی دوست داشتن اونها نیست، بلکه خدا میخواهد که مؤمنین را، مخلصین را از شما چی بکند؟ ظاهر بکند، و همچنین از میان شما شهدایی باشد. شهدا که باشد این به معنی این نیست که اونها را دوست داره، خدا اونها را بیشتر مورد غضب و خشم خودش قرار میدهد. پس همونطوری که غالبا آلوسی بود نوشته بود که هر گاهی که دشمن شکست میخورد، هدف خدا از روی این آیه معلوم میشه. هدف الله عزوجل و اراده الله این است که دشمنان خودش را چی بدهد؟ عذاب دنیوی، چنانچه در بدر انجام داد. و هرگاه که مسلمانان ضربه میبینند، هدف الله عزوجل چی هست؟ اینه که بندگان خودش را، مخلصین را از غیر مخلصین جدا بکند، امتحان بکند. این امتحانی است. لذا الله می فرماید وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، خالص بگرداند الله عزوجل کسانی را که ایمان آوردن از شما. دیگه خالص میشند، مخلصین مشخص میشن چه کسانی هستند. و یمحق الکافرین، و نابود بگرداند کافرین را. کافرین هم چه منافقین باشند چه مشرکینی که مسلمانان را شهید کردند، دیگه در واقع قبر خودشون را زدند، استارت نابودی خودشون را زدند. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.